قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه سرچ کرده باشین کودکی یوسف پیامبر یا تو شبکه‌های اجتماعی گشت زده باشین، احتمالاً یه ویدیو دیده باشین که بعضیا فکر کردن این همون بازیگر نقش سریال یوسفه. فقط برای توضیح، بازیگر اصلی اون نقش حسین جعفری بوده. فردی که توی این ویدیو دیده میشه خود حسین جعفری نیست. اون فقط شباهت زیادی به نقشی داره که حسین جعفری در کودکی یوسف پیامبر بازی کرده. از اینجا به بعد ویدیوی اصلی مربوط به محمد حسین است و کارش فشن شو است، نه بازی در سریال، که خودش در ویدیو میگه بهم میگن شبیه کودکی این بازیگرم. خدای شبیه بچگیات بوده؟ فقط آخه ببین بعد جالبه فقط بچگیاشو میگن، مثلا بزرگیاش نه این تایپشو. خب ایشالا بزرگ میشه اون موقع میگن. این شباهت ظاهری باعث شده بعضیا اشتباه برداشت کنن. مرسی از توجه و همراهیتون. بریم سراغ ادامه ویدیو.